ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رهین و مونس شد. نگار من که مکتب نرفت و مشق ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. بالاخره در فصل گیلاس آفریننده طعم گیلاس به خدای آفریننده اصلی گیلاس پیوست. پیام نوروز پیشاپیش سال نو تبریک بگم بهشون و هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن. دقیقاً. بله هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن. دقیقاً همینطوره. مثلا در غزل دیگری که می‌فرماید که ای برندان مکن ای زاهد حالا بیت اولی شدم بیاد عرض میکنم ولی بیت آخرش میگه حافظ اگر حافظ اگر بله اگر خلاصه جامی به کف آوری در انتهای غزل میفرماید که اگر جامی به کف آوری از اون جایی که باید به کف بیاری یعنی از می وحدت تو رو یکسره میبرن به بهشت. یکی بله